سلام بچه، حالتون چطوره؟ من رادبرت دنجه هستم و خوش اومد به ویدیو دیگه. توی این ویدیو خواستم یک گیم پلی نشونتون بدم و یه آموزشی بهتون بدم. قبل از هر چیزی کانال من دنبال کنید، زنگوله بغلش رو بزنید که هر ویدیو میذاریم سریع با خبر بشیم. بریم سراغ ویدیو. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اول این کاری که میکنید شما میتونستم بیاید اینجا، بیاید بذار مارک کنم. میتونید بیاد اینجا رو این قسمت، بیاید پایین گزینه چهارمی. اینو ببینم درخواستش چیه. هیچی. بیاید گزینه چهارمی. اینجا مثلا باید 19,000 تا از اینا بدی که مثلا این گانه اپیکو بکنی که من 0 تا ندارم. این بعضی موقع های میکنه. الان یه بار دیگه میرم توش نشونه 10,185 تا دارم که میتونید باشین اسکین اپیکو بگیرید. 19,000 تا بدید. آرگوس اپیکو بگیرید. غیرم که نیده. حالا این آیتماشو من بیشترشو خریدم و شما میتونید این کار انجام بدید تا گان اپیک بگیرید. روش دوم واسه گان گرفتن اپیک اینه که اینجا سیاهی که دارید و بیاد قسمت اینجا، قسمت فروشگاه، بعد بیادش روی این قسمت که زده فری. البته بعضی موقع چون که من اینو نگرفتم بخاطر اینو زده فری، الان فریش میره فکر کنم. که همیشه یه دونه آشغال بهت میده. اصلا نمیدونم این چی بود. 30 داد. پشمام. خوبه که خب فوریو که توضیح داده بودم تو ویدیو قبل. اینجا حالا ما میریم قسمت گان. میایم. من میخوام QQ9 اپیکو بگیرم با 20,000 تا سی اگه اشتباه نکنم. اینا QQ9 ایناش 20,000 تا سی میخواد. خیلی قشنگه. قبلا پرای من بود، الان اومدش تو فروشگاه. من الان یه میگیرم. خیلی QQ9ش کلا قشنگه. اینجا مثلا اگه 30 جمع کنید میتونید بیاد اینجا گان اپیک بگیرید. من اینو گرفتم. کلی گان اپیک اینجا داره. یعنی مکدن هم فکر کنم داشت. ببینم مکدن فکر کنم این هاشش اینم مکدنشه که مکدن من QQ9 بیشتر نیاز داشتم. و این اکانت اون اکانت لژندریه نیستش. من دارم با این بازی میکنم که اینو ببرش. اینا QQ9 هم اومدش اینجا. خیلی قشنگه. کلا قانه قشنگه. MG42 هم که واسه بتل پس بود خیلی تون میزنه. موبیلیتیش حالا با اینکه پایینه ولی انگار از موبیلیتیش خیلی بیشتره. کلا همه چیش فوله. 103. ببین تو خدا عجب گان خفنیه. بابا اینا هاشش 103 تا. خیلی. حالا بریم سراغ گیم پلی. تا 25 رو من کی گرفتم؟ الان میذارمش. لیتس گو. اول بریم توی اینجا. ما بهش درخواست دادم بریم بازی. بریم اینجا برم QQ9 رو بذارم. دسته SMG QQ9 رو فکر کنم این هاشش. اینو میذارم. میریم اینجا تایپ 25 هم. تایپ 19 25 دقیقا باید کنار هم باشه ولی نیستم. 25 کوشش. این هاشش این ته بود. این اپیکه رو میذارم ببینم چه دوریه. خب من اپیکم که گرفتم. من روش درخواست بدم نمیدستم بازی کنم. چی؟ رفت تو 34. بذار من شاید آورد. چرا اصلا هیچ نه سولو برم. من سولو میرم. سولو 2 نفره ولی میرم 4 نفره سخته. ببینم قبولم میکنه یا نه. قبول کرد. نه من میرم بیرون. ای بابا چیز کرد. شروع کرد.
اشکال نداره، من کلیپو کات میکنم تا تموم شه وارد بازیش. تو فکر این بودم که این یارم چیز شه، لیدر هستش بود، بعد نتش بکنم پرید کجا رفت، داشتم نپرید، خواست بپرید جای دیگه، ما رو علاف کرد، نمیخواستیم بیایم فور. ما بریم یک گانی به اوهو انمی رد پا بغلم بود. چیکار میشه کرد؟ چیز ندارم، آرمور ندارم، باید برم آرمور پیدا کنم، باید بیام رش بدم. یارمونم که به چوخ و سگ رفت. از کوی بسته آرموری جا نیستش کلا. ای بابا این کی بود؟ من کجا زد؟ من ندیدمش این یارو رو. کلیپو کات میکنم تا ریوایو شم. بالاخره ریوایوم کردم. دراپم نرفتم، بذارید چاپر بسازم برم دراپ. بذارید یکم تیر شاتگان بردارم، میخوام شات کنم برم دراپ هیچی توی ندارم. تیر شاتگان اصلا پیدا نکردم، نبود اونجا. الان برم شاتگان بی تیر بکشم، خیلی هم عالی منطقیه. میرم بعدش جتو سوار میشم میرم اون یکی دراپ کنم. روتش کردم. اینجا انمی داره، نه اینجا انمی نداره، بگم دو چاپر میاد. خب انمی داره فرض کرد. نه چیه؟ انمی کجا داره منو نید میزنه؟ اونجاست بغل دراپ بود داره. یکم بچرخم فعلا که دارم همینجوری میچرخم. برم دراپ کنم ببینم انمی اگه هست، برم دراپ کنم یکم شیل بگیریم. صدا چیه؟ خودم نمیدونم صدا چیه. اینجا من برم میتونم خیلی هم عالی. گانه دراپ هم کشیدم دیگه. برم وسط زوم ببینم. تیر شاتگان من هنوز یه دونه هم ندارم، این یکی 100 تا دارم. خب آپگرید هم که نرفتم. چه عجب بالاخره 10 تا تیر شاتگان پیدا کردم. 1 دقیقه و 40 ثانیه دیگه هم زون میاد. فقط باید برم انمی بزنم، دارم انمی میخواد. نینجا شات هم نینجا هم که برداشتم، من نینجا شات نباید بخورم، به نظر من باید بخورم. انمی میخوام، انمی نیست. ای بابا به خدا دیگه باید کاستوم بذاریم، پر از بات اینجا. یارو با کیلومتریک یارو زد، بل اینجا نیستش. برم یه راش بدم اگه یکی دو نفرم. 3-4 نفر فکر نکنم دیگه زورم برسه. دو نفرم آره. گوشیم برعکس شد. اینجا یارو اومد داره میگیرتش.
یکم لوت کنم. هیچی نداشتش. دلم متیک میخواد، باید برم با اون اکانتم بازی کنم. باتا تو مولتی جدیدن همه کیت متیکو دارن، همشون دارن. خدا گفتم بهم متیک بده، به جای متیک بهم اچس لژند داد، ولی خب بازم خیلی خوبه. یارم زد کیلوزی کردش اونجا، نتونستم ویدیو رو درم. یه اچس لژند حالا بالاخره بعد این های مدت یه اچس لژند گرفتیم. ریلودش من تا حالا ندیدم، مثلا نگاه بکنم همونه، فرق نداره، فقط آهنگ داره. غیر از خودم یکی که مرد فکرم 6 نفر موندن. من میزنم با این اچس تو گوش نمیاد. یه خوابه اونجا هست، من این مشکل کردم برم سوارش. 9% من قرار کنم سوارش شم. کوشن پس اینا صدای تیرشون میاد. ناشش آقا من دارم میزنم، منو زدم. ای مفری چی بود؟ نامسته. قبول دارم تو این بازی ریدم. دومم باز بد نیست. این بیشتر به خاطر آموزشش گذاشتم، گیم پلیش همینجوری گذاشتم نشونتون بدم گیم پلی. بیشتر واسه گرفتن گانپیک تقریبا رایگان بود که فقط با سی بدی و از اون چیزی که خودش وقتی بازی کنی زیاد بازی کنی خودش به دست میاد. این یارو از چیزا متیک داشت من نمیداد. ببینم کیلومتیک داشت. نه بابا این کیلومتیک نداره. ببینم فقط سادیوال لژند داره و هیچی نداره که لفتم لامس. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. اگه خواستید لایک نکنید چون واقعا لایک نداشت، ولی کامنت فراموش نشه. میبینمتون تا ویدیوی بعد. خداحافظ.